میتونیم بحث مربوط به فصل دوم این کتابتون رو شروع بکنیم. در صفحه 12 کتاب با این توصیفی که در مورد سیستم SCH کردیم و مقایسه اینها با هم، ما میخوایم ببینیم که ساختار فریم SCH به چه شکله. ساختار فریم های PDH رو به خاطر دارین؟ مثلا 2 مگا یادتون میاد به چه شکل بود؟ مثلا فریم 2 مگا رو اگر بهش نگاه بکنیم، یک فریم شامل 32 تا تایم اسلات هست که 30 تا از اینها شامل اون اطلاعات هست. یا فرض کنید فریم یه سیگنال 8 مگ رو اگر در نظر بگیریم، این فریم از به اصطلاح 848 تا بیت و زمان فریم 114 میکروثانیه در واقع ترکیب شده. یا فرض کنید اگر فریم 34 رو در نظر بگیریم، این فریمش از 1536 بیت و زمان یک فریمش هم 44.7 میکروثانیه ساخته شده. و به همین ترتیب اگر فریم 140 رو در نظر بگیریم، از 2928 بیت و در زمان 21 میکروثانیه ساخته شده. ببینید تمام این فریم ها به صورت یک سطری هستش. مثلا در فریم 8 ما 848 بیت رو داریم که به صورت متوالی و پشت سر هم ارسال میشن و زمان یک فریم هم هست 100.14. حالا 4 تا از این فریم ها میاد یه دونه 34 رو میسازه که در دل اون فریم 1536 تا بیت جا میگیره و زمان مربوط اون فریم هم 44.7 میکروثانیه است. و به همین ترتیب فرض کنید سیگنال 34 ما که تبدیل میشه به 140، 4 تا از این فریم ها میاد در دل یک فریم 140 قرار میگیره که شامل 2928 بیت هست و زمان یک فریمش هم 21 میکروثانیه است. حالا ما میخوایم فریم SDH رو بسازیم. آیا فریم SDH هم باز به صورت یک سطری هستش یا اینکه ساختارش متفاوته؟ خواهیم دید که این ساختار متفاوت هست و به صورت سطر و ستون این مجموعه رو ما میتونیم ببینیم. فریم SDH یا یک فریم STM1 رو اگر در نظر بگیریم، یک فریمی که شامل 270 بایت در هر سطر هست و جمعاً 9 تا سطر در دل این وجود داره. این ساختار یک فریم هست. در دل این فریم جمعاً چند تا بایت میشه؟ 2430 تا بایت. خب اینجا در واقع یه تقسیم بندی خاصی صورت میگیره. این فریم به صورت ثابت در مدت 125 میکروثانیه زمان اون هست. هر کدوم از این مجموعه بایت ها در واقع وظیفه مشخصی رو دارا هستند. مثلا پیلود چی هستش؟ پیلود در واقع محموله اطلاعاتی ما هستش. محموله اطلاعاتی ما در واقع اون بایت های اطلاعاتی که ما داریم، اینها در این فضا مستقر میشن. پوینترها چی هستن؟ پوینترها اون اشاره‌گرها هستن. در واقع این پوینترها اون بایت هایی هستش که در واقع شروع فریم رو مشخص میکنه. ما از الان به خاطر داشته باشیم که توی مالتیپلکس کردن و ریختن سیگنال های رده پایین در دل این SCH همیشه این دوتا با هم همفاز نیستن و پیلود ما در این فضا جا میگیره، ولی این پیلود بسته به اینکه که از کجا برسه، از هر جا میتونه در دل این فریم شروع کنه به نوشتن و این یکی از اون قابلیت های خیلی خوبیه که SCH داره. منتها
چی هستش که مشخص میکنه این پیلود از جا شروع شده؟ در واقع این پوینتر هست. این پوینترها خواهیم دید در سطوح مختلف هستند. در سطح Administrative Unit Pointer AU پوینتر در واقع هست Administrative Unit Pointer و در سطح پایینتر هم هست Tributary Unit Pointer.